ما نگذاریم که مردم ما محتاج به دیگران شوند. نگذاریم. ما ننگ و ناموس داریم. ما نمیگذاریم که عزت نفس ملت تاریخ رسند. برای ناموس داشتن مانده. من میفهمم این مشکلی ها موقتی هستند. یک باره همه این را پسی سر کردن بسیار دشوار است، لیکن میکنیم. آینده تاجیکستان درخشان است. وارد کنیم چه امکانیاتی که داریم، تکنولوژی حاضر زمان، و بنیاد کنیم جایهای کاری نو برای شهروندانمان. صدها جایهای کاری نو بنیاد کردن. صدها، قریب 1000 در 3 روز جایهای کاری نو. هزارها عائله صاحب زندگی شدند. انا این کاری ثواب است. این کاری خیر است. هزارها عائله سرسال و سرگردان از وطن بیرون نمی شوند. برای همکارانمان باز هم جایهای کاری مهیا کنیم و شدت مهاجرت مهنتی را تا توانیم کاهش دهیم که محتاج دیگران نگردند. از وضع نهایت مرکب و پیچیده جهانی معاصر خوب آگاه هستیم. در شرایط امروزه ما باید هرچی بیشتر کار کنیم، زحمت کشیم، سازیم، وطن ما را باز هم آباد گردانیم. شما ما را اگر از شهر مسکو تماشا دارید، از ریزش موی سر اذیت میکشید، موی سرتون ریختگی هست یا پیشانیتون کل هست، دیگر موی سر نمیبراید، با کلینیک همین برادر مراجعت کنید. به خیمیکات، به یگان خیل دارو موی سر شما رو به طور زنده مثل پیشتر میبراید. نمرهایشان در روی اکران میتونید خودی اونجا در نمره واتساپ نویسید. انالیز به پول میباشد. سروغا مترو سرپوخوفسکایا، улица Большая Серпуховская 3. خودی اونجا مراجعت کنید. دکتران از ترکیه اومدگی هستند، 10 سالینه تجربه کاری دارند. مرحمت مراجعت کنید. از نام کانال ما گپ زنید، شما 10% اسکیدکا میکنن، یعنی تخفیف هست. علیکم برادرها، مسکو اومدم، پریساتکا باز کردم. بیایید تام پریسات کنید. ассалому алайкум бародаро. соат 5 саҳар фурудгоҳи хуҷам омадем. ҳозир раиси казонбу рафт екатеринбург, москва якчанд бародарои фиристодем. иншоаллоҳ мана бародаро ба касие ки чиптаҳои ҳавопаймо лозим бошад فرودگاه مرکزی و خط سیر 259 و سمت سرگون و قیقیلی به هرگوی دهلی و برخورد. مانا برادر کانال خوجا الو بلیت گرفتم، نصیب کرده باشد خزان خوجا ما میپره دوگو باشتم. سلامت باشید. سلامت باشید. یک جهان تشکر. حسن، آفرین به نبیره هایم، به همه اهل صنعت، فرهنگ، کارگردان ها، بسته‌کاران، سرایندگان، به همه اشتراک کنندگان. قصر زیبا است، بسیار زیبا، لیکن شما با سر لباس های رنگارنگ ملی از قصر هم زیباتر هستید. انا این است افتخار ملت تاجیک. این حالا از هزار نمود لباس های ملی 5% نیست. چگونه ما ناشکر کنیم از فرهنگ خود؟ برای چی؟ بینید چگونه زیبا هستند. بینید چگونه زیبا هستند. به اینم من تکرار میگویم، ما مردم آریایی تبار هستیم. در دنیا یکی از زیباترین مردم هستیم و خود سر لباس هایی که من میبینم هر یک گوشه دیار مملکت ما خودش با رسم و آیین های خودش، طعام های ملی خودش،
سر و لباس های ملی خودشان چقدر زیبا هستند. در اینجا یک لحظه رقص سرودی مردم یغنابی بود، سرافشانی بود. زمانی بود که مردم ما ترس داشتیم، هراس داشتیم، چون که نمیدانستیم تاریخ و فرهنگ ملت خود را. این همین نشانه های دلیل قدیمه بودن زبان و فرهنگ و تمدن ملت تاجیک است. ما باید احیا کنیم. خود جشن نوروزم تاریخاً جشن زیبایی پرستی است، جشن تازگی و آزادگی است. بیایتان سر لباس های بیگانه را مخصوصاً آن بانهایی که وی میکنند دور کنین. اون فرهنگ ما نیست، اون با عقل شما را نشان نمیدهد. سطر و حجاب و دیگر نه. نه برای تنها صنعتکاران نیست. در روز بهاری، در روزهای نوروزی، در روزهای عید، در روزهای خرسندی خاندان، فرزندان، در توی مرکه های خود به خانه خشت و تباران رفتن با سر لباس های چی؟ ایدانه. البته چقدر زیبا، چقدر زیبا. افسوس که مردم ما نه همه دنیا را دیدن، گشتن، میدانن. یک چیزی که دیدن تیز قبول میکنن. یکی من فکر میکنن این موقت است. ما پیش رایی نمیگیریم، نمیگذاریم. ما دولت خود را داریم، فرهنگ خود را داریم، فرهنگ باستانی خود را داریم، تمدن قدیمه خود را داریم، سر لباس های ملی خود را داریم، هزار نمود طعام های ملی خود را داریم. اینا احیا کردن در کار. احیا. احسن. من گوش کردم، من حلاوت بردم، من افتخار میکنم به هر یک عنعنه‌ای که مخصوصاً رقص آستین زرافشانی. لحظه هم باشد آنه که مردم ما، مردم یغنابی ها وی میکنن. بینیتان رسم بین قدیمه. پدر مادرای ما هم در وقتش در عصرهای گذشته همین خیلی لباس داشتن، همین گونه طرز زندگی داشتن. یعنی اینها ریشه های ما هستند. نسل جوان، نورسان جوانان، من به شما صدها بار مراجعت میکنم. این وطن، این قصرها، همه چی ما برای شما بنیاد کرده سازیم. برای شما خواندید، علم آموزید، کسب آموزید که بعد از سر ما شما در آینده در عصر نو که عصر علم و تکنیک و تکنولوژی می شود اذیت نکشید. وطن خود را، دولت خود را صاحبی کرده توانید، حفظ کرده توانید. انا بدبختی پروسس های جهانی شوی همین است که اول زبانت میگیرن، بعد فرهنگت میگیرن، بعد رسم و آیینت میگیرن، بعد همین که دولت از بین میرد فرو میبرن. برای همین احتیاط باشید، افتخار کنید. من در اینجا گفتم این 6000 سال پیش ما تاجیکان اولادای ما شما بودیم. ما دولت های قدیمه داشتیم که بعضا مردم هایی که حالا وی میکنن از دور آنها در دوری جنگل ها میگشتن. ما دولت ساز بودیم، دولت داشتیم، شهر ساز بودیم، شهردار بودیم. برای همین خرسندی کنید، خوانید، بیشتر کتاب خوانید، اثرهای بدیعی خوانید، شعورناکیتان را وسیع کنید، جهان بینیت را وسیع کنید. ما
از کمال خوجندی، بابا جان غفور و صدرالدینی، میرزا ترسوزاده، رودکی، فردوسی، سعدی، حافظ، هزارهای دیگر نامبر شدیم، نامبر یاد میکنیم. مادر تاجی در عصر نو، عصر هزاره نو چی؟ دیگر رودکی تولد نمی کند. چرا؟ رستمی داستان نداریم. هزارها تمامی هستی ما برای شما نورسان و جوانان امروزه است. هوشیار باشید، خوانید، کسب آموزید، علم آموزید، وطن خودتان را شاهی کنید که بار یگان زنگوله دیگر را در گردن مای شما بار نکنند. وطن عزیز خود را دوست دارید، صدقاً دوست دارید، حفظ کنید، خرسندی کنید. خدا هر روزتان نوروز باشد. هر روزتان شعر خوانی کنید، رقص کنید، خرسندی کنید. وقتی همین هم رسید است در تاجیکستان، وقتی غم و اندوها پسی سر شدند، زحمت کشیده در یک جایگی وطن ما را بازم زیبا میکنیم. یک قلعه خوجند نی، صدها قلعه ها را برقرار کردم. احسن آفرین از نام همه حاضرین به اهل صنعت، اهل فرهنگ، همه اشتراک داران این چهاربینی فرهنگی با شکوه را. خوشبخت باشید. سلامت باشید. پیشوای همه تاجیک و جهان سربری ماست، رهگشایی همه اقدام بشر رهبری ماست.